هون گداریا رادیو تازش مسکوی دکن سلاف و دم و بخیر بگدار نیجا رادیو تازه اند کارن ببین تو رو اینترنت بوی ناف و نشانه مالپر رادیو تازه نقطه کم ایرو شمیه 11 کانونیه و بلکن نامه یا اولن یا سالا نودایه برنامه خواه ایروین امی بنو چین گرینگ درباره بیاری داویل دورین رجلاتا ناوین دست بکن بربان گروژو اینی سیچله 2020 فرمانداری سپاه قدس یا سپاه پاسداران یا ایرانی گنرال قاسم سلیمانی و جگری سروک دستای 18 شیبی ابو مهدی مهندس تبی هجماره که کسیندن دیریشی که ازمانی یا آمریکای بغدای هاتم گشتن پشتی و بیاری آلوزی نوبر آمریکا و ایرانی گیش نهیلانی بلند و تهران گفت تولدانه که دشوارده که واشنگتن جهشواری ده تهرانی که اگر افشاشیه که دم بکه و یریشی بر جواندین ویل نوچه یان هر چیه که جانی بکه دیبتندی برسی بده سروک هریما کردستان نیچیروان برزانی را گیان که هریما کردستان جرفش و پیشات نوچه دلگرانه سروک هریما کردستان نیچیروان برزانی درباره داوی پیشات کردستان عراق و نوچه دا کنفرانس که روزنامه‌ای انجام دا نیچیروان برزانی را گیاند ام نخوازن عراق به قادا رکبرای و هم همو عالی پیوندی دارا تکلیه دانه و هم همو عالی پبرو هف دادن شبو آرامیا هریما کردستانی داویو گوتن خود سروک هریما کردستانی تکست که ام دوی باوری دانه که تکوشین دجی دایش دا عراقی پیوستی بالیکاریا هف پیمانان هیه درباره بریار پارلمانتو عراق یا در کرنا هزین سربازی ین بیانی داجی سروک هریما کردستانی دبیشه امجویه که دلگرانه که پارلمانتو عراقی با که یک والی بریار سر درکتنا هزین بیانی دایه و آلین هریما کردستانی و پکاتوین دنین عراقی جویه که دلگرانن دمیزگه را گیاندن یا سرک وزیر مسرور بارزانی سرنوچه که روزنامه کیان یا ایرانی داخینی داتیه گوتن که روزنامه کیان ایدیا کریه که قاشو وزیر دروی آمریکای ماک پومپیو دویندی که تلفنی دا سپاسیا سرک وزیر مسرور بارزانی کریه که دا ترورکن گنرال قاسم سلیمانی دا آلیکاری آمریکای کریه اف نوچه دره و راستی دوره مخابن هنک دزگین میدیویجی اف نوچه درف بلاف کرنه داخینی نویزگه را گیاندن یا مسرور بارزانی دو هر وقتی گفتن که مسرور بارزانی پیوندی تلفنی دلگل پومپیو دلگرانی خوش تکچون رفشا روزلاتا ناوی نشان دابو او تکزی سر آرام کرنا رفشی کربو دوی هف پیوینا تلفنی دا تنی بحث پیوندی هریما کردستانی و آمریکا تو بکرن و تجاری بحث و مجارا که روزنامه کیان بحث کریه نهاتو بکرن نویزگه را گیاندن یا سرکوزیر هریما کردستانی دا خوش برپرسن روزنامه کیان کریه سر بلاف کرنا وی نوچه درف داخینی بدن عادل عبدالمهدی سرک وزیر عراقی درباره رفشنا یا عراقی اون ناکوکین دوری چی بونه پشتی کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و ببریار پارلمان عراقی بو درکرنا هزین بیانیش نو آخا عراقی تکست که جرسریا نهای یا رفش عراقی تنی بکشنا هزین بیانی نینش آخا عراقی هر و گوچی نوان پرسگری کنده رفش هریما کردستانی جدایه تجوینا جوات وزیر عراق عبدالمهدی دخوش آلیان جیکر پیوست توای آلیان سر در خستن هزین بیانیش نو آخو عراقی هفدنگ بن اوی گوچی درباره وکشاندن هزین بیانی فشار سر توای آلیان هبو سرک وزیر عراق اشکرب آمجه بیکی دا دوان گرجین دا که نهال عراقی هنه رفشا دور کردستانش دورندن جدایه کمرا عراق داخل انجمن آسایش دولتی ده که یریش آمریکا سرفرخانه نو دولتی یا بغداد شهر مسار بکه نامه دهاتی گوت نویریش سرگل حکومت عراقی دستریشی او بمپیکن اشکره یا مرجن مانا آتش آمریکا عراقیه الگور نوچه آژانس فرانس پرس آمریکا با یک فرمی عراق آگادار کریه درباره آمده کارین بخشاندن هزین خایل ویولاتی فرماندار هزین آمریکایی عراق ویلیام سیلی نویسه که فرمی هورگلین هزین آمریکایش عراق بو فرمانداریا هز اپراسیون هفبشین بغداد را گیاندیه اوید نویسه خواهی فرمی دا دیار کریه که چند روزین بیدا پروسیدور بخشاندن هزین هف پیمانی نو دولتی عراقی بجی بکن سرک آمریکا دونالد ترامپ گفت سپاندن سانکسی تندر سر عراقی دو اگر بغداد هزین آمریکی نچار بکه کش عراقی درک هبد
سرکی آمریکا داخلی روزنامه‌نگاری دراگیاند آمریکاش عراق درناکه و تنگر دستلادارین عراق تیچونا درست کردن بنگه ازمانیش عالی آمریکا و هاتیه درست کردن بده واشنگتونی که چند میلیارد دلار هاتیه آوا کردن. ترامپ گفت اگر عراق داخلش آمریکا کر هزین خو در بکه و یک نبوایی لف کردن به آمریکا دی سانکسیون تند سر عراق بسپینه که پیشتر وکوی ندیدنه. اف داخلین ترامپ پشتی ویکیتن چند روز بری پارلمان عراقی پروژه سر در کردن هزین بیانیش عراقی پسند کرده بود. هر وقت حکومت عراقی پابند کار بود داوی کردن هر هزه که بیانیل عراقی بکه و بکارانینا ازمان ویجی شالی هر هزه که با قدقه کرد. پشتی پارلمانتوی عراقی پروژه سایکو در خستن هزین بیانی و آمریکایش عراقی خودگره اریکر سیناتوری ایالت فلوریدا مارکو روبیو راکیان قدم هاتی دی کردستان به دولت که صرف خواه. پارلمانتوی عراقی یک شمی سرکشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و در خستن هزین بیانی و آمریکاش عراقی جوینه که آورده پیکانی. جوینه پارلمانتوی عراقی در پروژه سایکو در خستن هزین بیانیش عراقی خودگره به پرانیا دنگین پارلمانتارین بجدار هات قبول کردن. سیناتوری کمدیان ایالت فلوریدا مارکو روبیو پشتی و بدر پارلمانتوی عراقی سر حساب خواهی تویتر عراقیان که ایدی دم سر خوابون کردستانی هاتیه. مارکو روبیو واقعود منها دم سر خوابون کردستانی که وکه با کوری عراقی تیزانی نهاتیه. سیشمی ترمی فرمانداری بری پیلاق قدسی سپاه پاسداران ایرانی باجار کرمانی بخاکی هات سپارتن. تلویزیون ایرانی راکیان بسدم و قربالاخیال برسیم خاک سپارتن سلیمانی 56 کس کتن به پی خلق کمبوی و جانی خوش دستان و دهان کسین تنجیبرین دار بون. فرمانداری بری پیلاق قدسی سر سپاه پاسداران ایرانی و قاسم سلیمانی بربانگ روز سیچلی نزدیک فرقانای نودلتی یا بغدادش عالی آمریکایی و هاتو بو کشتن. وک کارودان سرکشتن فرماندار فیلق قدسی قاسم سلیمانی پارلمان ایرانی همو فرمانبارین وزارت بهره‌ای آمریکا پنتاگون خستن لیسته تروری. جبلی فرمانبارین وزارت بهره‌ای آمریکا پارلمان ایرانی فرمانداری نوندی یا ارتش آمریکا خسته لیسته خایا تروری. هر پارلمان ایرانی همو کسین که پیوندین وان کشتن قاسم سلیمانی را نه هنجی خستن لیسته تروری. جالی کتن با پارلمان ایرانی هن رنماین یاسایا بستیبدان توانین آمریکا جی و گوهردن. سکرتاری گیشتی انجمن بلند آسایش نتوایی ایرانی علی شبخانی را گیاند بو طلبدان کشتن فرمانداری فیلق قدسی قاسم سلیمانی 13 سیناریون بسیبدان آمریکا بر دست ایرانی نه بچوکترین سیناریو جیدش آمریکا را خمنکه گرام به. شبخانی گفت که همو بنگین آمریکا نوچید بن چپدیریا مدانه امزانن جی افت آمده باشی دانه لی آمریکا زانه که امدکارن مشکل خوابان آرمانج بگرن. آلمانیا فرانسا و بریتانیا داخل ایرانی دکن دش همو رنماین دجی رکفتن اتمی 2015 برده او داخل کرد کار تند وقت طلبدانش کشتن قاسم سلیمانی را نگه. اف دخیانیا هر سی ولاتان پشت بیاکیت که ایرانی را گیاند ده چارچوبای پینگا و پنجامین او یاداوی یا که بکرنا پا بندبون خواهین نافدلتی دا ایرانی دش همو بندن سر چلاکین وین اتمی بردایه. هر سی ولاتان داخل ایرانی کرد وقت طلبدانه کش کشتن قاسم سلیمانی را تو کار تند نگه. سرکی آمریکا دونالد ترامپ گفته که تند و راست ایرانی خارو گود و واشنگتونی 52 آرمانج ایرانی دیار کنه اگر تهرانی هر یریشه که بکه اف آرمانج دی ورن ویران کرن. ترامپ توییت که دا بلاف کر و گود ایران ویرکید بشه اوی آمریکیان آرمانج بکره وقت طولدانش کشتن ریبری آنتی تروری یه بری چند روزان آمریکای کشته بود و چند دنجی بریدار کرمونش بلی کسی ددین درجایا جیانا خدا کشتن وی داوی جی پسدان خپیشندارن ایرانی وی براستی یریشی بایلوس خدای مدکر و آمده کاریا لیدانین درجی دکر. ترامپ توییت که دادنجی دیار کر ولات وی 52 آرمانج ایرانی دیار کرنه اون هن وانش ایرانی را گلکی گرینگن او آرمانج و ایران خوشی دبلس و بتندی بین لیدان. سرکی آمریکا توییت که دا امجب وی دا آمریکا تگفندن نخوازه و دیار کر اف 52 آرمانج نشانه گرتنا 52 آمریکیان شالی ایرانی وانه پشتی کد سال 1907 و نهان دا بایلوس خانه آمریکی تهرانی هات دور بیچ کردن.
آلمانی بشک سربازین خواهین چرچوه پیمانی و نافدلتی و تجیتایشی دا شاندن عراقی ودکشینه. پیفداری وزارت بروانی آلمانی راگیاند 30 سربازین آلمانی البغداین بوردون و کویت تین وگواستن. پیفداری وزارت بروانی آلمانی سدم و وکشاندن وان سربازان با کشتن قاسم سلیمانی و بلابون آلوزیان عراقی وگراند. حکومت نیوزیلندی ارکی راین کرنا هزین عراقی را بستاندن و دخواش ولاتی خود که زودترین دم عراقی بجی بهیلن. وزیر بروانی نیوزیلندی رونمارک دخینیک دشکره کرد وان ارکی راین کرنا هزین عراقی سربازگاه تاجی را بستاندنه. سدم رفشان نه آرام یا عراقی بریتانیا فرمانبر خال دورا کسکل بغداد و گواستن بوجیه که آرامتر در بیاننامه که بن ویلیس وزیر بروانی بریتانیا اشکره کرد که وان فرمانبر ولایت خوش دورا کسکل بغداد و گواست بو قضا یا تاجی جی آمجدانی یا قضا یا تاجی یکش بنگه که مزن یا هزین هف پیمانیا نافدلتی تدا هیه. وزارت بروانی خرواتی جیراگیان وان بریاردا یه هجمانه که سربازین خوش عراقی بر ولایت کویت بکشیده. آژانس اسوشیتد پرس تکس که کدو بیاننامه بروانی خرواتی دا هاتیه گوتن پشتی شیردانین الگل ناتوی وان اف پینگاف آویتیه. هروا سلوواکیا جی که 7 سرباز عراقی هنه اشکره کرد که دوباره سرباز خال عراقی بلاف دک. افدمه که سلوواکیا جی آمجه پیکی دا که 6 سربازین وان بنگه پارسگه هبلیر دا دی بمینن. پیفداری ناتو عراقیانش به رفشانهای عراق اف راینان کرنا هزین عراقی را دوستینن. سدموی بریاران ناتویش بکشتنا فرمانداری فیلق قدسی قاسم سلیمانی و بلابون آلوزیان ودگرینه. سردخواست حکمت عراق بسدان سربازین سرب ناتوی و سالک راینان هزین عراقی دکنش بود دوباره دایش و نگره عراقی. موشک آبیدن بنگین لشکری عراقی الکشی لشکرین آمریکی هات نبجی کرن. صبح پاسداران یا ایران بداخینی که رگیان که وان شو هشت چلی طولدان دشوار جبو کشتن گنرال ایرانی قاسم سلیمانی دجی آمریکای دست بکر. صبح پاسداران تیار کرد بنگه عین اسد و نزدیکی فرنگه هفلیری یا هزین آمریکی عراقی دهان موشکان هاتیه هدف گرتن. آژانس ایرانی جی بلاف کرده که گریش ایشر طولدان کشتن فرمانداری سپاه قدس یا ایران گنرال قاسم سلیمانی دهاتیه دست بکرن. آژانس فارس نیوز یا ایرانی که سرب سپاه پاسداران باید دیمنین آبیتن اجمارک موشکان بلاف کریه. تکداری گریش موشکی سپاه پاسداران دخینی که 4 بندی بلاف کریه. اود بنده که وی دا حشاری دای ولاتین هفرمانی آمریکایی و ولاتین که بنگین لشکرین آمریکایی لیهنه و اگرش عردین وان با گریش ایرانی بکرن دی ببن آرمانجا گریشان. او یک دنیا لشکری کل سر آران موشک تقاندن باجاری اولیری بو. هات را گیاندن چند موشکین بالیستیک و چرانه جنگی ینل سر ریا اولیری هاتن تقاندن لیهنش وان نهاتن تقاندن گوری سینین. درباری برینداران و کشتیان دا آگاه یک فرمی نهاتیه داین. لیبل الگوری سینین دنجام یریشن موشکیش آلی ایرانی و عراقی بریندار بون. ریبری بلندی کمرای اسلامی ایران علی خمینی چهارشنبه راگیاند. شب بهاری برای موشک باران کرنا بنگین آمریکایی عراقی وان سیلک آمریکایی دایه و گوت لیف نبسه. خمینی دیار کرد مهیش طولخا هل ندایه. ریبری ایرانی داخیا کرن بر سیدان سربازی بتنی جار سر نینه و دست نشان کرد. دوی هبون آمریکا التوایا نوچه واره بدابی کرن. علی خمینی دیار کرد که دخواست آمریکاش با انجام دانا گوتو بیجان نای قبول کرن. گوری سینین آتش آمریکی پیش دا آگادار بون در قایریش موشکی یا ایرانی وکی که چفکانی یک نناس تلویزیونی را گود وقتی لشکر بودا که هر اجی پاراستی ایران موشک آبید دو بنگین لشکری ین عراقی الگوری پنتاگونی راکت آبیدن بالا فرگه آین علسات و فرقانای هفلیری دوی قناق دا آگاداری در کشتیان نهاتی عراقی آندن ایران گود یریشن موشکان برسی که آمریکایی را سرکشتن گنرال ایرانی قاسم سلیمانی. سروکی دولت یک بوین آمریکا دونالد ترامپ بجه که حتی افسر کمر به ایران دی نابه خودی چکن نوکلیاری. گوری ترامپ دنجام گیریش ایرانی و زراری هری کم گیشتیه بنگین آمریکی و انولاتین آمریکی زراری ندیدنه. ترامپ دست نشان که کده جزاین درایین دشی ایرانی دی بدومن. ترامپ هر وقت دیار که هفتیو بوری امشانه که تروریست که مزنش نابرن که گفل آمریکایی دکر فرمان آمن بکن سپای آمریکای کاری قاسم سلیمانی جناب ببه. سلیمانی وقت برپرسی سپای قدس برپرس بوش کارین هری خراب.
وی راهینان تروریستان دکر جناف داجی حزب الله کو یریشان دکه سر خلق سیویل وی آگری شهر هندری دوری هلگرد اوی هزاران سربازین آمریکای کشتن و بریندار کرنه بریا چاندن بمبان با سلیمانی فرمان دا که یریش بکن سر یکینای معین سربازی هر و افبر پس بو یریش هاتیه کرن بو سر بالوسخانه یا بغدای چند روزین بوری دا پلان هاتو بو آمده کرن بو انجام دان یریش نول معف را کرد ترامپ را گیاند دست سلیمانی بخین خلق آمریکا و ایران جی سور بو لازم بو گلک بری نهات باش نابرن بش نابرن سلیمانی ما پیام که پیز بو تروریستان شاند اگر اون قیمت جیان خود زاند بی قیمت جیان خلقی جی بسانه بن ما پیام بو ایرانی شاندیه لی ایران بردوام و همجی آمدهین جزاین زیدتر بسردا بسپینن اف سانکسین هنجی دی بمینن حیا ایران کریان خوا دگویره چند مین بوری دا ایرانی یریش کرد سر آبی نادولتی و سعودیه دو درون آمریکایی جی خستن خار ایرانی پشتی رکفتن 2015 خرابتر و تندتر بویه مسد 5 میلیارد دلار کاشتان ایرانی لی شونو بیشه مسپاس لوزونگا مرن بو آمریکایی بیشه ایران پرب کارانی بو برجواندی خواه و کارین تروریستی یمن لبنان افغانستان و عراقی سرکومری عراق داخلی که دا دلگرانی خود درباره رفشانهای ناوچه آنیزمان و یریش ایرانی سرپنگین سربازی نافخاق عراقی شرمزار کرد. سرکاتی کمری عراقی درخواست کرد که عراق نبه میدان شرک دن و تکس کرد که نبه عراق به مترسی بو سرولاتین جینار. وزارت درباره فرانسه سرکوزیدی بریتانی بوریس جونسون یریشن ایران سربنگین سربازی ین آمریکا عراقی شرمزار کردن. دخیانین وان دولتان داده گوتن یریشن شوا بوری ین ایران سربنگین هزین آمریکا و هف پیمانان عراقی شرمزار دکن و رادگینن پیوست بزودترین دم رفش آرام ببه و پیوست ریزل سروریا خاکا عراقی بگردن. آژانس نوچین یا رویترز لگور آگاهین هزین اولای عراقیان دو مشکل ناوچه کسک یا بغداد یکو بایلوسخانه آمریکی لیه کتن لزون کسک یا بغداد بایلوسخانه و سازین دولت لیهنه هات زانی شب و بوری دنگ تو تقینین پیس ناوچه کسک یا بغداد هاتن بیستن و زنگلی آگادار کردن جیل بایلوسخانه آمریکی هات لیدان شانه عراقیان دو اولکاری یا عراقی داخلی که عراقیان دو مشکل جوره کاتیوش ناوچه کسک کتن 7 متر دوری بایلوسخانه آمریکا کتن لی زیان جانی چی نبون یریش سید بایلوسخانه آمریکا بغداد پشتی بیاکت شب پیر ایرانی هشمارک ناوندن سربازی ین آمریکا عراق بوشکان آرمانج کرد شب بوریش سرک آمریکا دونالد ترامپ را گیاند اف دست آشتیل شرالی که دریج دکه که بخوازه آشتی بجیب به لی رینادن ایرانی بچالکین خواهین هوانه بدوام به ترامپ گوت جی آمریکا نخوازه موشکن پیس و چکن پیش کتیب کار بینه دولتین یک بوی آمریکایش کنسیل اولایی یا نتوانی یگرتی آگادار کرد که اف آمده که بی مرجین پیشن دانستاندن جدید پیرانی را تکلیان بکه نر دائمی یا دولتین یک بوی کلی کرافت نامه کشاندیه کنسیل اولایی یا نتوانی یک بوی او دیده دیارده که آرمانجا دانستاندن پاراستن آشتیان دولتیه و بشتی ایلی گرتن آلوسکن رفشه شیل رژیم ایرانی و نامه دهات گوتن که کشتن جنرال قاسم سلیمانی بیوانک بروانی و که آمریکا آمده کش بو پاراستن ولاتین خواه کریم تردیدیندن ور بگره لگوری دیپلماتکار آمریکی آرمانجا اپوزیسیون هوای بونکاریا کریارین ایرانی بگرن بدف کری به برای خاصر یا روجاوی کردستانی درباره کشتن فرمانداری سپاه قدس یا ایرانی قاسم سلیمانی دارا گیاند پشتی اوی بویاری آلوزین نوچه باندوری لسوری و روجاوی کردستانی جدکن او دیار کرد روجاوی کردستانی و کدب گیشتی آلیه کنینه نوبر آلیه ناکوک دا او دشتا گرینگ اوه امخواه و گلی خواه بپارسن بدف کری به برای خاصر یا باکو روجلات سوری لقمان احمد داخینی که دارا گیاند بویاری کل نوچه دقاوم شهر پیسکرنا پیگه و بدستخستنا انرژی گازیه اوی دیار کرد نابه ناکوکیل جیگی چی ببه و باندوری سوریان روجاوی کردستانی نکه لمجی آلوزین رسلات ناوین سینوران درباز دکن و باندوری همو ناوچه دکن به درف گیری ببری خاصر یا با کور رسلات سوری دی بشه کشتن قاسم سلیمانیش کشتن ابو بکر بغدادی جدایه اجبر که سلیمانی کسی که فرمی یه دولت ایرانی بو و تکز دکه ناکوکیان مجرا گفخارن الهب درباز کریه دم آمریکا کسی که فرمی یه ایرانی دکشه رفشک دن درد که پیش لما کشتن قاسم سلیمانی نوک ابو بکر بغدادی وجود دایه چمکی بغدادی که سیتی که فرمی نبو که دولت فرمی پشت به
دوزا سرکی یاددگاه کردن صلاحالدین دمیرتاش انقره بریواده چه دمیرتاش بریا ویدیو کنفرانسی بجداری دوزی بو داخیا کرن اف نه دادگاه نای دادگاه کرن جبر پیشو رجب طیب اردوغان بو بچیکن سیستم تککسی اواتن زندانی کرن دمیرتاش گوت نهال ترکیه همو یاساتین بپکرن و دادگاه جیر وی نادن بریارین دادگاه دستوری و دادگاه مافین مروان و داخیا کرن ایرو نتنی هدپی همو دجبرت آرمانجا دستلاتی دایه دمیرتاش چاری مجدار 2016 جبر وی دوزیب اندامتی و ری بریار خستنات ایروری هاتو بو تاوان بار کرن و بریار زندانی کرنی هاتو بو داین دمیرتاش هر چند جوی دوزی هاتیه پردانجی جبر دوزه کردن که بر لزو بس هاتو بو وکرن دیس هات گرتن هفت چکدارین سر ترکیه بود انجام یریشه که دالگندواری این ایسای هاتن کشتن. روانگه سوریه مافین بروبند را گیان داتش ترکیه و گروپین چکدار موشکان یریشه گندن دبس و هوشان روژاوی بجارو که این ایسای کرن و هفدان پیش بکبن. دیار کرجی اف یریش شالی شهروان حسده و هاتشکین آندن و دنجام شهر و پیفچون آندا هفت چکدارین سر ترکیه و هاتن کشتن و اتومبیل کوان یا سربازی هاتشکین آندن. گور زانیاری روانگه چند روز بری وی شف آتش ترکیه و گروپین چکدار گندل تلمناخ و در دور بجارو که تلتمیری توپ و موشکان ارمانج دکن. دنوا دروژان دو پسیدان ملبتین عرب فرزگه ایدلیبی گیشت نهریم افرینی یا رجوع کردستانی اولور هات نبچی کرن. گوری رخستنا مافی مروان افرینی دنوا دروژن بوریدا سیست ملبتین عربین درول نهیا بلبلی هات نشتجی کرن. اف ملبت لگند ابودان شخورس هفتار سیرینجاک دراقلیا بخچی الیکارو و هیام هاتن نشتجی کرن. هر و 25 مالبت عرب نهیا مالبت و 5 مالبت جی نهیا شرا و نهیا جندریسی جی بدهان مالبت عرب هاتن نشتجی کرن. الگند کفر سرب جندریسی چک دارین گروپا سمرقند عربین هفرده بدار زوری ناف 8 مالبتن گندی داب جی کرنه. کاروانین کچبرین پارسگه ایدلیبی پیل به پیل گیجن باجروک و باجورین هریم افرین یا رجوع کردستانی گند کفر سفری سرب جندریسی و بدهان مالبتن عرب دار زوری نو مالین کردان داتنه نشتجی کرنه. الگوری چفقانی کش ناف هریم افرینی نه اگر اف پیلین جیکرنو عربون افرینی بدوام بند نو چند مهان دا دی رژه عربون 3 سلفیل افرینی زده ببا و ایدی رژه کردان دی دا که در دور 15 سلفش نشتجین وی هریم کردی رسن و رژه کردان لید سر نوت 5 سلفه رو بو همان چفقانی تکز دکن کش بر که مالین وول الهریمی نمانه چکدارین گروپین گریدوی ترکی مالبتین کردین هریمی نجار دکن که مالبتین عرب نو مالبتین خدا بهوینن. حسده او ریبری خسر گارانتی حزن دوری او رسپین باجر 33 اندام دایش سربست بردان. هات زانین گور حسده او ریبری خسر افکس ناتن بردان اندام دایشینه لی دست وند کشتن دانه بون و پشت که هاتن دادگاه کرن هاتن بردان. سروک انجمان حزن عربین باجاری هسته که اکرم حاج ابراهیم دوی درباری دارا گیاند برش دی ریبری خسر و حسده گارانتی حزن دوری اندام دایشی سربست بردن و حتی آنها نزدیک 405 اندام دایشی هاتن بردان. دیار کجی رو سده اوری ببری خسر نکش هسکی و بیشتر کجی دیرازوری بردان و اوی دکن دروژن بیدا یدن جی بینه بردان باوی که کسک زندان دا نمینه اما جب ویجی دو اندام دایشی بری هاتنه بردان کسک جوان و نگری نوار زندایشی حتی هنه جوان بونه اندام آسایشی جی. هفپیمانی نادولتی یا دژی دایشی کاروان کردن یا آلیکارین سربازی در بازی رجوع کردستانی کرد. روانگه سوریه مافین بروان بلاف کرد. هفپیمانی نادولتی ست بارلگرین آلاف اتومبیل سربازی در بازی نوچین دست حسده دا کرد. دا زانین اف کاروان نو دری والیدش ایراکی در بازی نوچین حسده حسک و دیر زوری کرد. بری 6 روزا هفپیمانی نادولتی ست بارلگرین سربازی در بازی پارسگین حسک و دیر زوری کرد بون. سروکی روسیه بسردانه که فرمی گیش ترکیه دروژاوا پوتین دوگان دا پشتی کشتن قاسم سلیمانی پیشتا این دابی نوچه کریز سوریه و لیبیا بون. سروکی روسیه ولادیمیر پوتین پشتی سردن سوریه و هفدن به بشار اسد را شف گیشت استانبولی. پوتین روژا چهارشنبه سرکمری ترکیه رجب طیب اردوغان را بجداری مراسم و کنا خطا بوریا گازی بو. ترکیه جی روسیه دا خزار و استاندن و یریشین سر ایدلیب دگه که بر 100,000 کسان بری خدان سینوری ترکیه.
گسلخانه اوکراین کتنا بالافری و مرنا ریویان و اندام اکیپاژ تهران پشت راست کرد. گوری وان فروکه که هیلا تهران کیو 6 دقیقه پشتی رابون فروخانه تهران نزدیک بازار شیرار پرزگاه تهران کت خواری همو ریوین توی فروکه دا جان خوش دست و اجمار وان 176 کس بون و 12 کس وان خلق روسلات کردستانی بون. همولاتین ایران، افغانستان، آلمانی، سوئد، اوکراین و کانادا دوی فروکه دا بون. سرتورین جواکی ویدیو کاتیه بلافر کنیشان داده فروکل از وان آگر پکتیه و کتیه خواری. هات را گیاندن فروکه جوره بوینگ 737 یا اوکراینی لهیلا تهران کیف دمشمار 0612 خلق فروخانه امام خمینی بر کیف و رادبه و پشت چند دقیقه و ساعت 0618 کت خواری. برپس ایرانی دیویژن فروکش برپس گریکه که تکنیکی چی بیالی بلی وزیر و گاستن محمد اسلامی دیویژه لیکولین درباره کتنا و فروکه دی پیک بید اجبر بیارهانی سرکمر اوکراین سردانوی بو اومان راوستان و چو ولادی خواه ولادیمیر زلنسکی دروپیل خواه فیسبوکی دا سرساقیش محبتن کسی جان خوش دستانه خواست. سه تورا جواکی هاتیه بلاف کرن کده به کتنا و فروکه بیوندین شهر نابر ایران و آمریکای ده به لیبلی برپس این فروخانه ایرانی و یکی رد کن. برپس ایرانی دیویژن فروکش برپس گری که تکنیکی چی بیالی میدیا بیانی دیویژه که ایران شاشی راکت فروکه اوکراینی خستیه. شبو رونی کرنا سده مسرکه یا کتنا فروکه دوی صندوق رش لیکولین سر بکرن اف کارش دبه ولاد که دم بکوره سروکی اوکراینی ولادیمیر زلنسکی نیچلی روژک خمگینی سر قضای بلافر ایرانی دیار کرد. الگوری فوند خزای جان نو آگرین دارستان استرالیا 1 میلیارد 205 میلیون حیوان برنه. کارست تحتنا بحثارن قالوی و هروا کنگورو و کاکادوات نکشتن. کار دستین فوندید بیشن اوش بر مزنبون استرالیا شاشمان. اکولوژیست بیشن کدی دستلان پیوستش بو سراسکرنا بشک دارستانی. گوری وانش بر آگرین هن حیوان رویان و هن جوانجی بر بندا بونینه. حساب فوند خزای جان شما ایلون ور بازیده تر 8 میلیون هکتار دارستان استرالیا هاتنه شوتاندن 25 کس جان خوش دستان و زیدت 2000 مال شوتین. گداری نیجا او بو وشانا دنگ و باس شهر چار پرچین کردستانی کردین دیاسپوره هر و نو چینان تری اجاره کردن دیسر سروی نابو نشانی امی راستی هبین اما دکار اور و برا برنامه بیلاس ترکیه حتی نی وشانا نو بمینود نو خیر و خوشیه دا.